کاخ سفید از سفر ویتکاف و کوشنر به اسلام آباد برای گفتگو درباره ایران با میانجیگری پاکستان خبر می‌دهد و مدعی است که این روند به درخواست تهران آغاز شده. ادعایی که ایران رد می‌کند. اسماعیل بقایی می‌گوید هیچ دیدار مستقیمی در کار نیست و پیام‌ها فقط غیر مستقیم منتقل می‌شود. در ادامه ترامپ می‌گوید در صورت ضرورت جی دی ونس و مارک روبیو را برای مذاکره به اسلام آباد اعزام خواهد کرد. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای فاطمی، آیا ادعای کاخ سفید مبنی بر درخواست مذاکره از سوی تهران یک عملیات روانی برای تحقیر ایران و تحمیل روایت خود امریکا به افکار عمومی است؟ سلام، احترام به شما خانم شمس و بیننده های برنامه وزین شما. طوری که شما میفهمین یک عدم تسلسل در مذاکرات صورت گرفته بود و همه دنیا به یک و دو بودن که آیا اینا به طرف جنگ میرن و یا به طرف مصالحه میرن، چرا که اعلان را که دونالد ترامپ کرده بود به تمدید آتش بس به زمان غیر معینه کرده بود. اما دیروز شما دیدین که ممکن به اشاره یهودا و اینا پول گرفته باشن. بعضی تبلیغات در رسانه های امریکایی نشر کردن که این آتش بس که هست تا تاریخ 25 اپریل است، یعنی امروز است، و بعد از این یا باید اینا مذاکره کنن و یا باید به طرف جنگ برن، در حالی که دونالد ترامپ همچون حرف را نزده بود. و این معلوم میشه که چون یهودا از این خوش نبودن، حتما چون رسانه های امریکایی در کنترل از اونا هست پول داده بودن و این کار کردن و در اونجا این مسئله نشر شد. اگرچه خود دونالد ترامپ در این مورد اظهار نظر تاوال نکرده بود که آیا این حرف خودت پس تایید میکرد که نه غیر معینه است و یا ایست که همون تاریخ 25 است. خب با وجود ازیام چون در اونجا بالای ایران همچنان فشار بود، روز قبلا هم شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با سفیر ایران دیده بود و به او گفته بود که اگه جواب زودتر بتن بهتر میشه، چرا که پاکستانی از این بابت به تشویش بودن که اونا جمعه گذشته میخواستن که مذاکرات صورت بگیره. تمام اسلام آباد لاکداون کرده بودن، امنیت زور گرفته بودن، هتل‌ها را برای میمانا خالی کرده بودن و برای 5 روز هتل‌ها را ریزرو کرده بودن، چرا هتل‌ها خود شخصی است، اینا دولت پول میته به اونا. و از این بابت اینا نمیدانستن که آیا اسلام آباد بسته نگاه کنن یا رها کنن یا هتل‌ها را دوباره تحویل کنن به حساب استفاده عامه. از این بابت پاکستان به تشویش بود که نمیدانست چی کنه. بنان با ایران فشار انداختند و در نتیجه از او سید عباس عراقچی به پاکستان آمد و اینا در این مورد صحبت میکنن که آیا چقدر شرایط ایران میپذیره و یا ایران نمیپذیره میره به طرف جنگ. بنان این مذاکرات که از مذاکرات مستقیم نیست، مذاکرات غیر مستقیم از طرف ایران با پاکستان است و از امریکایی ها همچنان با پاکستان است. یعنی مو بکدور چینل خود، یعنی فال عقیبی را دوباره آغاز کردن تا به یک نتیجه. این دو گروه وقتی که به یک نتیجه برسه باز با یک هیئت بزرگی که برای MOU امضا کردن، یعنی Memorandum of Understanding یا تفاهم نامه امضا کردن، اینا باز با هم یک جمع میشن که بعد از او ای با یک قرارداد عمومی مبدل خواهد شد و ببینیم که آیا اینا نزدیک شدن در تفاهم یا بازم فاصله ها زیاد هست. اگر فاصله ها زیاد بود ممکن دونالد ترامپ دوباره برای اقدام نظامی دست بزنه. مگر مشکل دیگری که دونالد ترامپ با او روبرو است او است مشکل قانونی که او با او در اساس قانون امریکا روبرو است. در امریکا رئیس جمهور صلاحیت در امریکا رئیس جمهور صلاحیت جنگ داره، مگر قانونی است که باید وقتی که به جنگ میره از کانگرس اجازه بگیره. وقتی که اینا به کانگرس نرفتن و مستقیما به جنگ رفتن، از تاریخ 28 فبروری که جنگ آغاز شد اگر شما ببینید به تاریخ اول می 60 روز پوره میشه. به حساب قانون امریکا در 60 روز شما در داخل 60 روز باید اجازه جنگ بگیرن. در غیر از او اگر فرزن رفتین و کانگرس اجازه داد خود جنگتان قانونی است. اما اگر شما نرفتین و اجازه را نگرفتین جنگ شما غیر قانونی میشه. در او وقت هر کسی که کشته میشه مصرف میشه. این مصرف و این کشته ها خلاف قانون است و کسی که این کار میکنه او به حساب یک مجرم شمرده میشه. اگر او رئیس جمهور از این بابت دونالد ترامپ در یک مخمسه قانونی قرار گرفته.
اگر میره و میفهمه که کانگرس ممکن اجازه جنگ نده، چرا که امریکایی ها بیشتر از 75% مخالف از این جنگ هستند که امریکا چرا به جنگ رفته که او جنگ ما نیست، جنگ نتانیاهو است و ما عسکر و نوکر نتانیاهو نیستیم. ایره دونالد ترامپ میفهمه که اینا ایره میبازن در کانگرس، از این بابت کوشش میکنه که هرچی مذاکرات زودتر شود و به یک نتیجه برسن تا از این جنگ برای و ضرورت به این پیش نبیه که به کانگرس بره. اما اگه در این مذاکرات ناکام میشه، چاره ای نداره، از طرف جنگ میره، وقتی که به جنگ میره باید به کانگرس همچنان بره. اینی مشکل قانونی دونالد ترامپ است که به او روبرو است. دیگه ببینیم که در دو سه روز چی به وقوع میپیونده، در اون نتیجه باز ما شما میتونیم گفته که مسئله به کدام طرف به پیش میره. آقای فاطمی، اگر امریکا واقعا به دنبال مذاکره است، چرا همچنان بر فشار و تهدید تکیه داره؟ و آیا این تناقض نشان دهنده نبود صداقت در رویکرد واشنگتن است، مثلا بر جهانیان نشان بده که امریکا واقعا خواهان مذاکره است و ایران است که تن به مذاکره نمیده؟ بله، اینا کوشش هم میکنن که از هر لحاظ ایران هم ناکام نشان بتن و هم به حساب طوری نشان بتن که اینا هستن که به مذاکره نمیان و ما را مجبور به جنگ میکنن، در حالی که اگر شما داستان امی مذاکرات که در اسلام آباد شد و ناکام شد و جی دی ونس دفعتا از مجلس برآمد، اگر امور در به زبان پروفسور سید محمد مراندی بشنوین، او میگه که ما در مجلس موجود بودم در اسلام آباد، در اونجا وی را تعقیب میکردیم. اصلا اینا که تهمت میگن که باقر قالیباف از مجلس برآمد و رفت و تا با ایران صحبت کنه و جواب گرفتن نتانست، ما دیدیم که اینا صلاحیت ندارن، ما برآمدیم، در حالی که او میگه که اصلا این واقعیت نداره. محمد باقر قالیباف از مجلس نبرآمده، محمد باقر قالیباف صلاحیت کامل داشت، کسی که از مجلس بسیار میبرآمد، هر دقیقه زنگ میزد و خود جی دی ونس بود. این جی دی ونس بود که به این زنگ نتانیاهو آمد و ای را منع کرد و ای مجبور شد ترک مجلس کنه. بنان کاری را که خودشان کرده بودن، فراری را که از مجلس سیاسی و مذاکره خودشان کرده بود، بار از او را بالا ایران انداختن. بنان در اینجا واضح معلوم میشه که امریکایان نه ای که در میدان نظامی شکست خوردن، در میدان سیاسی هم اینا دارن رو به شکست هستند، چرا که موقف ایران موقف قانونی است، حقوقی است. 10 ماده را که اونا پیش کردن با هیچ قانون بین الدول در تصادم نیست، بلکه در چوکات قانون بین الدول است، در حالی که خواسته های امریکا متضاد با قوانین بین الدول است. از این بابت اینا هر کار غلطی که خودشان میکنه بار دوش از او را بالای ایران مندازن و میخوان که او را ملامت نشان بتن و خود بری، و اینا هر اقدامی را که میکنن نشان بتن که ما به حساب درست میکنیم، ایران سرکشی میکنه، ما باید ایران را بزنیم. دیگه دنیا چشما کلگی دیده میره، همه چی به وضوح معلوم است و قضاوت ها را شما میبینید که همگی 95% دنیا به یک طرف فعلا استاده است، صرف 2 نفر با پیروانشان مثل نتانیاهو و ترامپ و یک طرف دیگه هستن که طرف جنگ و خونخواری است، اما خود مردم امریکا هم طرفدار از این جنگ و خونخواری نیستن. آقای فاطمی، اعزام احتمالی چهره‌های مانند جی دی ونس و مارک روبیو به اسلام آباد یک تلاش واقعی برای دیپلماسی است یا یک نمایش سیاسی؟ با نظر داشتن در آمال گذشته جرد کوشنر و ویتکاف که در مذاکرات اوکراین اینا داخل بودن، در مسئله غزه اینا داخل بودن، در مسئله ایران اینا داخل بودن، اگر کردار از اینا در طول 1 سال گذشته ببینن همیش منفی بوده. از این بابت اینا را آمدنشان فکر نکنم که کدام نتیجه مثبت بده، چرا که اینا طرفدار صلح نیستن. اینا مستقیما جوابده به نتانیاهو هستن و نتانیاهو نمیخواد که امریکا با ایران بالای میز مذاکره بشینه و صحبت کنه، به هر قیمت که باشه باید جنگ صورت بگیره. بنان اگر ما شما با کردار از اینا ببینیم، من متوقع نیستم که اینا مسئله را به طرف صلح ببرن و مسئله به طرف مذاکره بره، جز از این که کدام بکدور چینل دیگه هم همزمان در فعالیت باشه. به ظاهر اینا باشن اما در عقب دستهای، چرا که در مدت 2 ماه میشه که امی استبلیشمنت امریکا که در او استخبارات است و پنتاگون اینا بسیاری موضوعات هم کوشش میکنن که از دونالد ترامپ و همی هیئتش پت نگاه کنن، مثل از ویتکاف از اینا، چرا که اینا دامن به جنگ میزنن و امریکا طرفدار از اون نیست.
بسیاری کارها را اونا حال خودشان مستقیما میکنن. چرا در امریکا بر شما معلوم است وقتی که دولت یا تصمیم میگیره که حکومت کار درست نمیکنه، باز اونا اعمال خود مستقیما انجام میتن، یعنی استابلیشمنت دست به کار میشه. و در اینجا ما میبینیم که استابلیشمنت بدون از اینکه به دونالد ترامپ اطلاع بده بسیاری موضوعات شریک بسازه دارن کار میکنن و ممکن در پهلوی از کوشنر و ویتکاف در پهلوش استخبارات همچنان فعال باشه تا موضوعات تعقیب کنن و یک نتیجه ازی بگیرن. آقای فاطمی، اظهارات محمد باقر قالیباف که گفته درباره جنگ مالی علیه امریکا و همچنان فعالیت سفارت سوئیس در تهران از سر گرفته شده با اندک فعالیت، این را میتونیم چی توصیف کنیم؟ و بیشتر اگر بالای حرفهای آقای قالیباف بریم، چقدر حرفهای آقای قالیباف واقعا تاثیرگذار است و میتونه سر روند مذاکرات و سر روند رهبری واقعا تاثیرگذار باشد یا خیر؟ محمد باقر قالیباف یکی از چهره‌هایی است که از به حساب از گروه انقلابیون 1979 تا امروز که است در این صحنه است. نفر بسیار نزدیک به مجتبی خامنه‌ای است، به حساب نفر اول است. نفر اول در سیاست فعلی ایران هستند. حرف اول میزنن. با شما معلوم است که رئیس شورای ملی ایران هستند. در این حال یک شخصی است که 2 بار کاندید رئیس جمهوری بوده در ایران. در دوران خود با مقامات مختلف کار کرده. به حساب رئیس سپاه پاسداران در یک زمان بوده، یعنی قماندان نظامی بوده. هم شخص نظامی است و هم شخص فلسفی و سیاسی است و در این حال پروفسور روابط بین الدول در پانتون تهران هستند. بنان کسی است که از لحاظ علمی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی یک شخص مطرح هستن، نفر اول هستن. حرفشان وزن هم داره. از خود به حساب در ایران اونجا هم کلگی به حساب با احترام برش میبینن. بنان اونا که حرف میزنن که ایران در مسئله مذاکره از موقف خود در نمیگذرن و با چیزایی که درخواستی کردن اگر امریکا به او احترام نگذاره و امریکا به طرف جنگ میره، ما حاضر به جنگ هستیم، این امو انعکاس دهنده پالیسی خارجی ایران است. دیگه از این بابت چون شخص اول است، فعلا ما میتونیم که به گپاشان اعتماد و وزن بتیم و از این بابت قابل اعتماد است. با توجه به مواضع متناقض و تغییرات ناگهانی در تصمیم‌گیری های دونالد ترامپ که گاهی از مذاکره سخن میگوید، گاهی هم از محاصره دریایی و جنگ، آیا میتوان گفت که حتی متحدان امریکا نیز دیگر به ثبات و قابل پیش بینی بودن سیاست‌های او اعتماد ندارند؟ کاملا همینطور است. ما قبلا اشاره کردم که استابلیشمنت امریکا حالی به این نتیجه رسیدن که دونالد ترامپ چون در صحبتاش تسلسل وجود نداره، بعضی جاها عدم توازن ذهنیش نشان میده. دیگه ای است که ایرا منی هم کردن که تو در سوشال میدیا توییت نکو، اما بازم توییت میکنه. از این بابت قبلا براتون گفتم که بعضی گپا را از پیش پت نگاه میکنن. گفته میشه عملیاتی که در اصفهان صورت گرفته بود عملیات نظامی، در او عملیات دونالد ترامپ با خبر نگاه نکرده بودن. چرا میگفتن که در میان عملیات ممکن ای توییت کنه، بعضی رازها را افشا کنه. از این بابت در خود استابلیشمنت در امریکا که در او پنتاگون است، در او وزارت خارجه است، در او استخبارات امریکاست و محاکم امریکاست، این استابلیشمنت تشکیل میده. اونا بالای دونالد ترامپ او اعتماد و چیزی را ندارن، چرا که این بسیار از قوانین سرکشی میکنه، سر به خود کار میکنه و حتی این گپ حال اونجا آمده که این با امو قوانین اساسی امریکا احترام نداره، طوری که باید در چوکات قانون کار کنه، این نمیکنه. یک آدم سرکش است. از این بابت در گپاش وزنم نیست و حتی میبینن که جهان غربم به گپاش وزن نمیته. اروپایی ها، تمام اروپایی ها، اگر شما شخصیت های بزرگ اروپا را ببینن، استرارمر را ببینن، فردریش را ببینن، اگر شما فرزند جورجی مالینوی را ببینن یا به امیر رقم سانچی را ببینن که از اسپانیا، ایتالیا، جرمنی، انگلستان و کلگی فرانسه، مکرون، کلگی به یک صدا به این فکر هستن که امریکا باید در رهبریش یک تغییر بیاید، چرا که دوباره روابط با دنیا استوار کنن، روابط با ناتو استوار کنن، در شرق الاوسط باید اوضاع دوباره به کنترل بیارن. در غیر از او داره دنیا را اینا به طرف ورطه هلاکت میبرن و این چیزی است که
به نفع جهان و به نفع امریکا نیست. یعنی در مقابل امریکا تنهایی نیست که ایران استاده است، بلکه اکثریت جهان فعلا از این کاری را که دونالد ترامپ میکنه خوش نیستن. چرا میگن که این کاری را که میکنه از اختیار خودش نیست، بلکه این در اختیار نتانیاهو است و نتانیاهو امو دوسیه فساد از را در دست داره. هر زمان که یک حرکت منفی به حساب نتانیاهو انجام میده او دوسیه را برش نشان میده و این چون بسته فایل اپستین است مجبور میشه کاری را میکنه که باید نکنه، کاری است که نه به نفع امریکاست نه به نفع جهان است. اما اسرائیل چون میخواه یک آشوبگری در منطقه باشه، جنگ باشه، به اون مسئله ادامه میده. سپاسگزار هستیم آقای فاطمی از حضور شما در برنامه. جان سپاس که دعوت کردین. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خواهش.